به نام خدا. سلام و عرض ادب. آزادی خواهی و مخالفت با مداخلات دولت تو فضای علمی کشور ما داره ترویج میشه. اون ورژنی از آزادی خواهی داره ترویج میشه که متعلق به سنت لیبرتاریانیزم توی غرب هست و من تصمیم گرفتم به طور خلاصه اسکلت لیبرتاریانیزم رو توضیح بدم. لیبرتاریان ها امتداد لیبرالیسم هستند. همونطور که میدونید لیبرالیست ها معتقد به اصالت فرد هستند، یعنی اصل اینه که افراد آزاد باشن مادامی که به آزادی هم آسیب نزدن و هیچ کسی حق مداخله در آزادی اونها رو نداره. خب چرا لیبرتاریان ها رو همون لیبرال نمیخونن؟ به این دلیل که بعد از جنگ جهانی دوم مداخلات دولت ها توی اقتصاد کشورشون گسترده شد و این گروه از لیبرال ها برای اینکه بر اصالت خودشون تاکید بکنن و خودشون رو از این مداخلات مبرا بدونن، اسم خودشون رو لیبرتاریان کردن. خب لیبرتاریان ها معتقدن که تنها حوزه‌ای که دولت حق مداخله توش داره حوزه امنیت هست. امنیت داخلی از طریق پلیس و دادگاه و امنیت خارجی. مداخلات بیش از این نامشروع هست. خب دو تا هم خانواده هم برای لیبرتاریانیسم وجود داره. یه گروه که بهشون میگیم آنارکو کاپیتالیست ها که میگن حتی حوزه امنیت رو باید بسپاریم به خود مردم و توش رقابت وجود داشته باشه، و کسایی که خودشون رو لیبرالیست کلاسیک میدونن. لیبرالیست های کلاسیک معتقدن که بله بازار باید آزاد باشه، افراد باید آزاد باشن، ولی دولت ها میتونن زیرساخت ها رو بسازن و میتونن مداخلات حداقلی به نفع فقرا انجام بدن. خب بنابراین طبق نظریه لیبرتاریانیست ها دولت نمیتونه از پولدارها مالیات بگیره و اون رو صرف فقرا بکنه، به خاطر اینکه این یه جور دزدی حساب میشه، مداخله در آزادی اقتصادی افراد حساب میشه. دولت حق گرفتن سربازی اجباری نداره. دولت حق نداره تو مبادلات دخالت بکنه، حتی اگر اون مبادله مربوط به مواد مخدر باشه، مادام که دو طرف راضی هستن. حتی دولت نباید زیرساخت و جاده بسازه و همه اینها باید محول بشه به بخش خصوصی، به این دلیل که دولت که از خودش پولی نداره، اگر بخواد تو زمینه خرج بکنه باید مالیات بگیره و مالیات هم یه جور مداخله هست. پس بنابراین بیس روشنه، افراد آزادن، از جمله حق مالکیت دارن و دولت نباید در این زمینه ها مداخله بکنه. البته لیبرتاریانیستا درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات صحبت کردن، ولی اون چیزی که توشون برجسته هست و واکنش‌های بسیاری رو برمیانگیزه همین نگاهیه که به مالکیت دارن. از نظر لیبرتاریانیست ها عادلانه بودن نحوه توزیع ثروت فقط به اینه که افراد از طریق فرایندهای مشروع پولشون رو به دست آوردن یا نه. مثلا این که بگیم 90% ثروت دنیا دست 10 نفره پس این ناعادلانه است، نه اینجوری نیست. اگه اون 10 نفر رفتن کار کردن و از طریق فرآیندهای مشروع بدون زور بدون تقلب پول به دست آوردن، این سیستم عادلانه است. اگه پولشون رو بگیریم دزدی حساب میشه. بچه اونا هم که تو اون خانواده به دنیا میاد شانس خوبی داشته، شانس هم دست خود آدما نبوده، ولی ثروت به دست آوردن از طریق شانس هم فرآیند ظالمانه ای نیست. طرف دزدی نکرده، شانس خوبی بوده، اونم پولدار میشه. اما چه استدلال های فلسفی میشه به نفع لیبرتاریانیست ها آورد؟ لیبرتاریانیست ها توی پیش‌فرض‌های فلسفی با هم اختلاف نظر دارن. مثلا یه سریشون متدینن، میگن آزادی رو خدا به ما داده، یه سریشون ایتئیستن، میگن نه طبیعت به ما آزادی رو داده، یه سریشون میگن انسان‌ها خودخواهن و تنها وظیفه‌ای که دارن اینه که دنبال منافع خودشون باشن، یه سریشون میگن که نه، انسان‌ها باید منافع دیگران رو هم لحاظ بکنن. منتها وجه جامعشون اینه که دولت نباید مداخله بکنه. برای دفاع از این آزادی ها هم نظریه های مختلفی رو ارائه کردن. 2 تا از نظریه های برجسته دفاع های مبتنی بر وظیفه گرایی یا حقوق طبیعی هست، یعنی انسان ها یه سری حقوق طبیعی دارن و بقیه وظیفه دارن این حقوق رو پاس بدارن. دفاع دوم دفاع مبتنی بر فایده گرایی هست، یعنی اگر ما قائل به
مالکیت خصوصی بشیم فایده بیشتری داره. دفاع بعدی مبتنی بر فضیلت گرایی هست، یعنی اگر انسان ها قراره به فضائلی دست پیدا بکنن باید آزادیشون رو پاس بداریم. دفاع آخر هم مبتنی بر قرارداد گرایی هست که میگه که انسان ها انگار یک قرارداد نانوشته ای دارن که آزادی یکدیگر رو پاس بدارن. اون دو تا رویکردی که برجسته است دفاع مبتنی بر حقوق طبیعی و فایده گرایی که من به اختصار عرض میکنم. دفاع مبتنی بر حقوق طبیعی معتقده که انسان‌ها به صرف انسان بودن یه سری حقوق دارن، از جمله از اون حقوق حق آزادی، حق مالکیت و حق حیات هست. حتی یه سریشون میگن حق آزادی و حق حیات هم متوقف بر حق مالکیت هست. چطوری؟ اینطوری که ما انسان‌ها مالک خودمونیم، هر فردی مالک خودش و بدنش و کارهاش هست. به همین دلیله که اگر کسی به کسی تجاوز بکنه محکومه، به خاطر اینکه به بدن اون بدون اجازهش تعدی کرده. اما اگر با رضایت اون فرد رابطه جنسی انجام بگیره اشکالی نداره، چون حضور در ملک اون با رضایت اون طرف بوده. و گفته شده که اگر ما خود مالکیتی رو نپذیریم باید مثلا این رو قبول بکنیم که اگر کسی داشت به خاطر نداشتن کلیه مثلا میمرد، کسی بیاد کلیه ما رو برداره، یکی از کلیه های ما رو برداره و بده بهش. خب به نظر نیست این درست نیست، به خاطر اینکه مالک این کلیه من هستم و بدون اجازه من کسی نمیتونه کلیه من رو برداره و بده به کسی دیگه یا چشمم رو و همچنین مسائلی از این دست. خب من مالک خودم هستم، بنابراین کسی نمیتونه حیات من رو سلب بکنه. قدم بعدی من مالک اعمالم هستم، هر عملی که از من صورت میگیره متعلق به من هست. و قدم بعدی از این خود مالکیت و مالک افعال بودن ما میتونیم مالک جهان بشیم. این چیزی بود که جان لاک میگفت. جان لاک میگفتش که انسان ها مالک خودشون هستن. مثلا اگر یک آدمی روی یک زمینی که برای کسی نیست کار میکنه، داره کار خودش رو با این زمین در حقیقت میکس میکنه، قاطی میکنه و این زمین به خاطر قاطی شدن با فعل من متعلق به من میشه و وقتی این زمین متعلق به من شد، حالا من میتونم با بقیه در تبادلش بذارم، بفروشمش، به ارث بذارم، هدیه بدم و مبادلات ملکی که هستش رو روش انجام بدم. مدافع برجسته حقوق طبیعی توی دنیای معاصر رابرت نوزیک هست. رابرت نوزیک میگه که ما یه سری حقهای منفی داریم. حق منفی یعنی اینکه کسی مانع ما نشه. یه سری حقای مثبت داریم. حق مثبت یعنی اینکه پتانسیل انجام اون کار وجود داشته باشه. مثلا آیا من حق دارم که یه لند کروز داشته باشم؟ به معنای منفیش حق دارم، بله، کسی مانع من نیستش که یه لند کروز داشته باشم. اما به معنای مثبت نه، من این حق رو ندارم، یعنی توانایی و پول خرید یه لند کروز رو ندارم. رابرت نوزیک میگه اون حقهایی که ما به طور طبیعی داریم حقهای منفی هستن، یعنی کسی نباید مانع ما بشه برای انجام دادن کارها. چرا کسی نباید مانع ما بشه برای انجام دادن کارها، از جمله کارهای اقتصادی و مالکیت خصوصی؟ رابرت نوزیک به اصلی استناد میکنه که کانت بیان کرده. کانت میگه که ما نباید از انسانها استفاده صرفاً ابزاری بکنیم. خب نوزیک میگه که مثلا اگر کسی بخواد پول شما رو بگیره و به یکی دیگه کمک بکنه، داره از شما استفاده ابزاری میکنه. به خاطر همین میگفتش که وقتی دولت از شما پول میگیره، مالیات میگیره، در حقیقت داره شما رو از شما کار اجباری میکشه. شما داری برای یک کسی دیگه کار میکنی، برای دولت کار میکنی، داره از شما سوء استفاده میشه. نوزیک میگفتش که این اصل کانت نشون میده که کسی نباید توی رفتار ما، توی آزادی ما مداخله بکنه و اگر کسی تو آزادی ما مداخله بکنه انسانیت ما رو پاس نداشته. خب این دفاع هایی که مبتنی بر حقوق طبیعی هست اشکالاتی برش شده. یکی این که گفتن آقا این خود مالکیتی که شما میگید یه خورده عجیب غریبه. درسته
کسی نباید به ما تعدی بکنه. ما حقوقی داریم که حقوقی بر خودمون داریم که بر دیگران مقدم هستیم نسبت به خودمون. اما وقتی شما حق مالکیت روی یه چیزی داری میتونی اون رو بفروشی. اما آیا میتونی خودتو بفروشی؟ خب خیلی بدیهیه که نمیتونی خودتو بفروشی. کسی نمیتونه مالک اراده شما بشه. یه سری گفتن نه، شما میتونی خودت رو واقعا بفروشی و به انتخاب خودت رو برده کسی بکنی. این یه بحث فعاله. اما فرضاً بپذیریم که شما مالک خودت هستی. قدم بعدی رو چجوری برمیداری؟ شما چطوری مالک جهان خارج میشی؟ خب ببینید، ممکنه شما بگید من از طریق اینکه این خونه رو خریدم مالکش شدم. اما بریم عقب‌تر، اون کسی که این خونه رو داشته چطوری مالک شده؟ خب اونم از کسی خریده، اونم از کسی خریده، تا میرسیم به نفر اولی که مالک شده. اون چطوری مالک شده؟ خب جان لاک میگفت به این دلیل مالک شده که فعلش رو قاطی اون عمل کرده. خب یه سوال، ما که نمیتونیم فعلمون رو قاطی زمین بکنیم. ما میتونیم زمین رو آباد بکنیم، اما فعلمون رو چطوری قاطی زمین میکنیم؟ خیلی معنا نداره. بعضیا گفتن یعنی این که شما انرژی رو از بدنت منتقل میکنی مثلا به اون زمین، مثلا انرژی از تو منتقل میشه به اون زمین. خب اینم بهش اشکالاتی شده. ما الان که نفس میکشیم داریم انرژی منتقل میکنیم به هوا، ولی مالکش نمیشیم. همچنین مثلا قدیما که شکار میکردن دام رو میذاشتن، بعدش اون شکار میومد تو دام گیر میکرد. خب این شکار میشد مال این افراد، با اینکه انرژی منتقل نکرده بودن مالک میشدن. پس بنابراین انتقال انرژی نه شرط کافیه نه شرط لازم هستش. بنابراین ما هنوز مکانیزمی رو نداریم که بگیم دقیقاً این مالکیت چطوری اتفاق میفته. یه عده، یعنی دو گروه اینجا گفتن اصلاً انسان ها نمیتونن مالک منابع طبیعی بشن و یکی از این منابع طبیعی زمین هستش. به خاطر اینکه منابع طبیعی پیشاپیش برای همه است، اینجوری نبوده که مالک نداشته باشه. همونطور که کسی نمیتونه مالک هوا بشه، کسی هم نمیتونه مالک زمین بشه. بنابراین اگر کسی استفاده انحصاری از زمین میکنه، باید یه جوری برای بقیه جبران بکنه، مثلا مالیات بده به بقیه. گروه دیگه گفتن مالکیت اصلا یه مفهوم حقوقیه و صرفاً با تأیید و تعیین دولت هاست که به وجود میاد. الان اگر دولتی مالکیت ما رو به رسمیت نشناسه، ما عملاً مالک نیستیم. خب آیا این اشکالات وارد هست یا نه؟ این بحث‌های فعالی دربارش هست. یه سریا اینو بعداً میگم که گفتن ما مالکیت اولیه رو نه به خاطر صرفاً حق طبیعی، بلکه به خاطر فوائدی که داره میپذیریم. یعنی چرا ما باید معتقد باشیم اگر کسی یک زمینی رو آباد کرد مالک اون زمین میشه؟ به خاطر اینکه اگر اینو بپذیریم فایده های بیشتری داره. بنابراین به طور خلاصه من اگر بخوام دفاع مبتنی بر حق طبیعی رو روشن بکنم، میگم که انسان ها مالک خودشون هستن، انسان ها مالک اعمالشون هستن، از طریق مالکیت بر اعمال مالک جهان خارج میشن و حق دارن تو ملک خودشون تصرف بکنن و کسی نباید در این تصرفات مداخله بکنه. غیر از اون اشکالاتی که گفتم که مثلا کسی نمیتونه مالک زمین بشه یا مالکیت توسط دولت ها انجام میگیره، یه عده گفتن اگر این خود مالکیتی انقدر سفت و سخت باشه، اگر مثلا نجات جان هزاران نفر متوقف بر این باشه که من شما رو بخارونم، نمیتونم شما رو بخارونم به این خاطر که دارم به شما بدون رضایت شما تعدی میکنم، پس این خود مالکیتی انقدر سفت و محکم نیست. اینجا شهودن اگر بخوام بقیه رو نجات بدم شما رو میخارونم. خب بریم سراغ دفاعهای فایده گرایانه از لیبرتاریانیزم و حق مالکیت خصوصی. یه عده گفتن ما از حق مالکیت خصوصی دفاع میکنیم چون فایدهش برای آدما بیشتر از اینیه که ما قائل به مالکیت خصوصی نباشیم. افراد برجسته‌ای مثل فریدمن، مثل هایک، مثل میزس که بعضی از اینا هم برنده جایزه
اقتصاد نوبل شدن و افراد برجسته‌ای هستن این رویکردو دارن. خب اینا معتقدن مالکیت خصوصی و تجارت آزاد سود آدما رو بیشینه میکنه، از اون طرف مداخلات دولت سود آدما رو کم میکنه. چطوری مداخلات دولت سود آدما رو کم میکنه؟ اینا میگن که اگر دولت وجود نداشته باشه هر کسی انگیزه داره نیازهای خودش رو تأمین بکنه و ضررها رو از خودش دور بکنه، ولی وقتی دولت مداخله میکنه تو این انگیزه ها دستکاری میکنه. مثلا وقتی دولت مالیات قرار میده انگیزه آدما برای تولید ثروت رو کم میکنه، یا وقتی دولت حداقل دستمزد تعیین میکنه، مثلا میگه حداقل دستمزد 30 میلیون تومنه، اون بنگاهی که فقط میتونه 20 میلیون تومن بده نمیتونه نیرو استخدام بکنه و اون آدمی که به این 20 میلیون نیاز داره از این 20 میلیون محروم میشه. یا وقتی شما فروش مواد رو غیر قانونی میکنید یک بازار سیاه و خشنی رو دارید درست میکنید که دیگه قابل کنترل نیست، بنابراین مداخلات شما داره ضررها رو بیشتر میکنه. نکته دوم اینه که شما چرا خیال میکنید دولت خیرخواهه؟ هدف دولت حفظ قدرته. وقتی قانونی میذاره و این قانون به بقیه آسیب میزنه پاش گیر نیست، ضرری نمیکنه، نمیتونیم یه قش رو بگیریم. بنابراین دولت بازیگری نیستش که خودش به قول معروف اسکین این د گیم باشه، پوستش در بازی باشه و از ضررها ضرر بکنه. به خاطر همین ما مداخلات دولت رو باید ازش جلوگیری بکنیم. خب این مثال هم معروفه که میگن شما فرض کن این زمین رو بگن که یه سری از کشاورزها به نحو اشتراکی ازش استفاده بکنن، میگن طبیعتا بعد یه مدت این زمین فرسوده میشه. چرا؟ چون همه سعی میکنن حیوانات خودشون رو بیارن تا اون جایی که ممکنه از این زمین استفاده بکنن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه اگه من استفاده نکنم اون استفاده میکنه. اما اگر این زمین رو تقسیم بکنیم چون ضررش مستقیما متوجه خود فرد میشه سعی میکنه استفاده بیشینه رو بکنه. پس به طور خلاصه دفاع از مالکیت خصوصی و عدم مداخلات دولت به این دلیله که اگر ما مالکیت خصوصی رو پاس بداریم سود بیشتری داره، رشد اقتصادی اتفاق میفته و اگر مداخلات دولت رو کم بکنیم از ضررها جلوگیری کردیم. حتی بعضی لیبرتاریان ها گفتن علت فاصله طبقاتی هم اینه که دولت مداخله میکنه و اگر واقعا بازار آزاد باشه فاصله طبقاتی کم میشه. بعضیا میگن حتی این فاصله طبقاتی هم به خاطر مداخلات دولته و اگر واقعا بازار آزاد باشه فاصله طبقاتی هم کم میشه. دفاع فایده گرایانه لیبرتاریانیسم رو یه خورده آسیب پذیر میکنه، چون خیلی واضحه اگر هدف رشد شادکامیه، رشد رفاه آدماست، خب ما از اون 10 نفری که مثلا 80% ثروت رو دارن اگه یه خورده پول کم بکنیم خیلی از شادی و ثروتشون کم نمیشه. اما اگه همون پول برسه به فقرا خیلی به شادی و امکان انتخاب هاشون اضافه میشه. بنابراین اگر ما دنبال بیشینه کردن سودیم ممکنه کسانی بگن مداخلات دولت از قضا گاهی میتونه سود رو زیاد بکنه، کما اینکه بعضی هم گفتن اصلا این پیشرفت هایی که در دنیای معاصر اتفاق افتاده بدون مداخلات دولت ممکن نبود. خب اینها یه خورده دیگه بحث های تجربی هستش که واقعا نیازمند قرائن تجربی هستش و همچنین نیازمند اینه که مثلا ممکنه یکی بگه که آقا باشه درسته که اگر دولت به نفع فقرا مداخله کنه یکم رشد اقتصادی کم میشه، ولی اون رفاهی که برای فقرا به وجود اومده میارزه به این یه خورده کم شدن. خب طبیعتا ولی نباید به قدری از پولدارا بگیریم که اونا کلا تولید رو تعطیل بکنن، تولید ثروت رو تعطیل بکنن. خب نکات زیادی هستش که من نگفتم، احتمالاً بعضی از نکات رو هم فراموش کردم بگم. شما هم اگر نکته مهمی که اگه من جا انداختم و فراموش کردم رو برام کامنت کنید خیلی ممنون میشم. ممنون که تا اینجا گوش کردید و توجه کردید.